اگه آخر روز رو حس میکنی وقت کم آوردی و به کارات نرسیدی، این ویدیو رو از دست نده. درود بر شما، من گیتا هستم و میخوام در مورد مدیریت زمان باهاتون صحبت کنم و اینکه چجوری زمانتون رو کنترل کنید که به همه کاراتون برسید و در آخر زمان اضافی هم داشته باشید. اولین نکته که باید در مورد مدیریت زمان بدونید اینه که زمانی که دارین چند تا کار رو با هم انجام میدین، در از چند تا کار رو با هم انجام نمیدید و دارین بین کارهاتون جابجا میشید. یعنی چی؟ یعنی اگر شما داشتین درس میخوندین و یه دوستتون باهاتون تماس میگیره و همزمان دارین هم درس میخونین هم با دوستتون حرف میزنین، یه مقدارش رو دارید از روی جزوه میخونید، یه مقدارش از حرفای دوستتون رو میفهمید و در آخر نگاه میکنید که نه چیزی از جزوه متوجه شدین، نه چیزی درست از حرفای دوستتون متوجه شدین. پس اولین کاری که باید انجام بدین اینه که کارا رو به نوبت انجام بدید. یعنی اگر دارین درس میخونین به پایان برسونینش، بعد برید سراغ کار بعدی، یا متوقفش کنید اون کار انجام بدین بعد برید دوباره سراغ درس خوندن. دومین نکته اینه که برنامه ریزی داشته باشین و برنامه ریزیتون رو بنویسیدش و در طول روز وقتی که این کار رو انجام میدید، وقتی که مینویسید یادتون میمونه که چه کارهایی باید انجام بدید. برای مثال شما قبل از باشگاه باید کتاب بخونید. خب کتابتون رو میخونید، تموم شد، میدونین که بعد از کتاب خوندن باید برین باشگاه و بعد میرین باشگاه و اینجوری مغزتون انرژی و وقت زیادی سر فکر کردن راجع به اینکه باید چه کاری انجام بدین صرف نمیکنه، میدونه که باید چه کاری انجام بدین. سومین نکته اینه که داخل برنامه ریزیتون تایم استراحت داشته باشید. زمانی که شما تایم استراحت برای خودتون نمیذارید، باعث میشه که بدنتون و ذهنتون خسته باشه و کاری که توی 30 دقیقه میتونستین انجام بدین توی 1 ساعت انجام بدین و خب این خیلی زمان زیاده ازتون میگیره. پس اون 10 دقیقه ربع ساعت باعث میشه که انرژیتون بیاد بالا و بدن و ذهنتون رفرش بشن. چهارمین نکته نگفتنه. شما زمانی که به چیزی میگین نه، به یه چیز دیگه میگین بله. یعنی چی؟ یعنی چی به یه چیزی میگین نه، به یه چیزی میگین بله؟ یعنی زمانی که شما دوستتون یهو بهتون زنگ میزنه، یهویی که بریم بیرون و شما میگین بله، دارین به زمان خودتون و برنامه ریزیتون میگین نه. پس زمانی که وقت ندارین و باید برنامه‌تون رو انجام بدین، سر برنامه خودتون بمونین و به اون چیزی که میتونین نه بگین توی اون زمان نه بگین. پنجمین نکته اینه که قرار نیست همه چیز رو حفظ کنین، همه چیز رو به یاد داشته باشین. میتونین از نوت گوشیتون یا از یه دفترچه کوچیک استفاده کنین برای پیش آمدایی که توی طول روز پیش میاد، اتفاقایی که میفته و میتونید اونا رو توی نوت گوشیتون یادداشت کنید. حالا هر نکته‌ای بود که بعداً باید انجام میدادین، برای اینکه ذهنتون درگیر نشه و بدونین که یه جا دارینشون، یادداشتشون کنین. اینجوری خیلی بهتون کمک میکنه که ذهنتون خسته نشه و انرژیتون هم سرش نره، زمانتون هم همینطور. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، خوشحال میشم که نظرتون رو راجبش بدونم و خدا نگهدار.